قبل از آها اوکی. اوکی. خب خیلی به همگیتون خوش آمد میگم امشب به تیم میتینگمون 13 نوامبر. خیلی خوشحالم که اولا که سمیرای عزیز رو اینجا داریم، به تیممون پیوسته. خیلی خیلی خوشحالم و اینکه دوستان عزیزی که چند وقت غایب بودن نبودن، مثل شیما جون که دیگه برگشته از ایران هست، رضای عزیز که خیلی وقت نبوده و دیگه بقیه دوستانم که حالا نیستن. امیدوارم که بعداً ویدیو ما رو ببینن، چون که تصمیم داشتم امشب یه مقداری یه سری برنامه هایی که برای هممون مهمه و یه مقداری میخوام این تیم میتانگامون رو، واقعیت اینه که یه مقداری افیسینت ببریم جلو که بتونیم استفاده کنیم، چون واقعیت اینه که هممون مشغولیم، هممون اکثرمون یه کار اول داریم، کار دوم داریم و میخوام که واقعا نتیجه بده. یعنی فقط نباشه که یه سبی. من واقعا دوست دارم همتون رو دوستم دارم ببینمتونم با هم حرف بزنیم، ولی در عرض هفته با تک تک شماها کمابیش صحبت میکنم، ولی میخوام این تیم میتینگه این یک ساعته واقعا اگر که ماکسیموم تازه یک ساعت بشه، میخوام که افیسینت باشه و واقعا بتونیم خوب جلو ببریم. به خاطر من چند تا موضوع رو نوشتم، اگه اجازه بدیم من اینا رو میگم ولی بعد وقت برمیگردیم. پرمین جون تو می‌خواستی یه چیزی فکر کنم بگی، یا اینکه اگر الان خوب موقعی میخوای الان بگو بعد من موضوعم بگم. پروین تو چیزی میخواستی بگی؟ من میخواستم خوش آمد بگم به سمیرا جون و تبریک برای تصمیمتون و اولین باره که تو تیم میتینگ ما هستین. امیدوارم که واقعا موفق باشین و ما بتونیم از وجود شما حتما استفاده کنیم توی این راهی که نیاز داریم به باورهای بهتر و تصمیمهای درست. امیدوارم که بتونیم کنار هم برای هم موثر باشیم. خوش آمد فقط. مرسی. مرسی مرسی پروین. مرسی مرسی پروین جان، متشکرم. خب خیلی هم عالی بچه ها. من میخواستم یه بار اینجا چون ضبط میشه برای بچه های دیگه هم یه بار دیگه اینو یه مروری بکنیم. الان اکثر بچه ها خب میدونن، ولی خب برای الان چون سمیرام هم نو اومده، هم که برای بچه دیگه الان یک دو نفر دیگه بچه دیگه هم نو هستن ولی الان نیومده، مریم جون از لندن، لیلا خانم از بون. بر همین یه کوتاه برنامه هفتگی رو یه بگم که برای خودتون اگه میخواین اون بچه‌ای که میدونن بنویسن. اولا که من یه گروه داشتیم به اسم تیم ورک، برای فقط گروه محمود و آرمان بود. اینو دیگه ترجیحاً پاکش کردم دیگه، براتونم نوشتم، فکر کنم همه متوجه شدیم، برای اینکه دیدم هرچی گروه ها رو کم بکنیم و وقتمون رو فوکوس بذاریم روی گروه بهتره. برای همین دیگه فقط همین پاور تیم میمونه توی واتساپ و گروه تلگرام امیرخان کنگنستان. حالا الان سمیرا چون جدید هنوز اون گروه نیست، اونجا میارمش. و همیشه ما گفتیم اگر واقعا کسی میخواد اکتیو باشه و یه سری اطلاعات رو داشته باشه، حتما خواهشن حداقل تو این گروه پاور تیممون تو واتساپ، که اینه که حالا اگه هر روزم نه ولی حداقل یه روز در میون یه سری بزنیم. میدونین یه وقت بالاخره یه اطلاعاتی میذاریم، تمام برنامه وبینارها اینجا میاد، وبینارها اون بالا پین میشه، فیروزشون زحمتشون میکشه، معمولا آخر هفته یک شنبه میذاره که تقریبا برای تمام هفته بدونیم. حالا یه سری مواردی میومدم اول هفته تمام برنامه رو باز دوباره می نوشتم. اینا کاراییه که بالاخره وقت میبره بچه و انرژی میبره و هممون اینجا با قول معروف بزرگ سالیم دیگه، میدونیم دیگه تمام برنامه هست 2 دقیقه بریم بالا و سعی هم کردیم که دیگه زیاد خاله بازی نکنیم. تشکر و اسمایلی و فلان، نه هم اسمایلی ها پایین پست کافیه، همونو بزنین دیگه. هم میدونم که شما دیدین، هم متوجه شدین دیگه، جدا نذاریم. ولی خب حالا یه وقت میگم تولد چیزی هست اوکیه، ولی چون میخوایم با این اکانت کار بکنیم و برای بچه‌ای که کم میان گم نشن و چیزا رو نگردن، سعی میکنیم واقعا فقط برنامه وبینارها باشه که دیگه هر کی برای خودش واقعا پیدا بکنه. حالا کلا برنامه هفتگی تمامش هم توی واتساپ اون بالا توی گروه برین، گروه بشخایبوم، اونجا همه رو من زدم. یعنی زدم که تیم میتینگ های ما پنجشنبه شبا هست و حتی لینکش فیکسه. حالا لینکش رو باز یه چک میکنم ببینم هنوز اوکیه. بعد روزایی که مثلا حتی سمینارا بوده نوشتم، یه لینک دیگه داشتیم یه زمانی توی اتاق میرفتیم اونو گذاشتم، حالا آپدیتش میکنم. ولی کلا همه اطلاعات رو توی گروه بشخایبون واتساپ پیدا میکنیم. این یه موضوع. دو اینکه سمینارها الان در حال حاضر یه مقداری شاید تفاوت بکنه، ولی کلا گنرال مال امیرخان وبیناراش روزای فعلا یا سه شنبه ها یا پنج شنبه یا جمعه هاست. دکتر شارقی معمولا چون دوشنبه ها رو آف داره، مثل که دوشنبه ها فعلا میذاره. حالا مثل هفته پیش که استثنا بود که کنسل شد، ولی دکتر شارقی دوشنبه ها وبینار داره.
منم وبینارهای آلمانی رو تا حالا چندین بار چیزای مختلف امتحان کردیم و فعلا روزی که فای هستش و خوبه من میتونم بذارم روز چهارشنبه هاست. یعنی اینو حالا بدونین، من فعلا این چهارشنبه نذاشتم چون الان یه مشکلی با دستگاه دارم، ولی اگه اینو حل بشه سعی میکنم همون هفته یک بار چهارشنبه ها رو برای آلمانی نگه دارم. چون اگه تو ذهنتون باشه، الان من اگه دو سه روز قبلا بفرستم شما دعوتاتون رو میتونین بکنین، بعد من چیزو فلایر رو درست میکنم براتون میفرستم. خب پس اینم شد از وبینارهای آلمانی چهارشنبه ها. پنج شنبه هامون تیم میتینگه همین ساعت 8. ما حالا این اواخر به خاطر اینکه یه وقت مثلا یه وقت خودم یا تو راه بودم یا یه چیزی بوده، به جای 8 یه وقت گذاشتم 8 و نیم یا 9، ولی سعی میکنم دیگه واقعا تا اونجایی که امکان داره پنج شنبه ها ساعت 8 فیکس باشه که دیگه همه بدونن. دلیلش هم اینه که نمیخوام هی واقعا برم تک تک برای همه هی مسیج بدم بگم بچه‌ها الان تیم میتینگ با اینا، دیگه هر کی تو گروه دید بود اوکی دیگه، هر کی نبود من جدا برای کسی پیغام نمیدم. ولی از شماهایی که تیم دارین، مثل پرویز که تیم بزرگی داره، حمیده الان زیر گروه داره، رضام حالا بالاخره زیر گروهاش دوست و آشناهاشن که البته تو اینجا نیستن، ولی در کل اونایی که حالا تیم دارن خودشون یه ذره حواسشون باید به اون تیم پایینشون باشه. اگه کسی تو گروهمون نیست خودتون براشون بفرستین، اگه هستن دوست دارین خودتون یادآوری کنین، ولی دیگه من نرم به همه پیغام بدم لطفا. اینم از بعد چیزی که خیلی مهمه، کسایی که واقعا اگه تصمیم دارن این بیزنس رو، حالا کسایی که خیلی روشون الان بالاخره میدونیم که خب من که خودم جدی هستم، پروین هستش، الان رضا و شیما دارن، شیما شاید میخواد بیشتر اکتیو بشه، حمیده هست، فیروزه جون همیشه اینجا هستش توی برنامه ها. ولی اگر که واقعا میخواین یه قدمایی بذارین و یه رشدی بکنین، ترینینگ های امیرخان که الان هفتگی فیکس کرده روی شنبه ها ساعت 9 شب رو، اینو واقعا باشین چون خیلی مهمه. تیم بزرگ شده، آدمای جدید اومدن، تجربه هایی که از کسایی که از اون گروه میاند چیا دارن تعریف میکنن که چه اتفاقی افتاده، چون اینا رو اگه بشنوین بعد با یکی برخورد کنیم میبینید آها اوکی یه دریم تیمی هست اونجا، چه اتفاقاتی افتاده، من بعد چی جواب بدم. خیلی مهمه. ولی اگر هر هفتم نمیتونین اوکی، ولی حداقل مثلا یه هفته در میون بزن بیاین، هر کی هر جوری که به هر سرعتی که میخواد بره جلو به همون نسبت خودش میدونه. برای من مهمه من هر هفته هستم حتی اگه 10 تاشم بدونم، ولی اگه یکی براش الان ارجحیت نداره حالا همون یه هفته در میاد، 2 هفته در میونم بیاد اوکی، ولی میخوام بگم روز شنبه خیلی مهمه و اینم فیکسه. امیرخان اینو فیکس کرده و روز شنبه اون هستش. خب این از کلا برنامه هامون که تو هفته چه برنامه‌ای هست. بعد تیم میتینگ هم این 1 ساعت رو بچه‌ها میخوام اگه دوست دارین نظر بدین، چون که ببینید یه وقت واقعا من مثل هفته پیش اومدم واقعا خسته بودم، واقعا انرژی نداشتم، یعنی بالاخره بر منم از این اتفاق میفته، شاید نتونم واقعا برگزار کنم، ولی دوست دارم تیم میتینگ رو نظرم آسفاله بشه یا یه صد عقب جلو بکنم بمونه. ولی بچهای دیگه شما هستین دیگه، همه ماشاءالله لیدرن، همه کلاس دیدن، همه میدونن، شما هم بتونین ران کنین. یعنی اگه وقتی مسئله هست بگردونیمش، یعنی نذاریم کنسل بشه، فیکس بمونه. حالا هر هفته من از 2 هفته پیشم شروع کردم که هر هفتم سعی کنیم یه موضوعی رو بر خودم در نظر بگیریم. حالا دفعه پیش من موضوع رو انتخاب کردم، گفتم در مورد صحبت کردیم و در مورد باورها صحبت کردیم که واقعا البته موضوعی که صحبت میکنیم مسلما همش ربط داره دیگه، بالاخره خودشناسی و اینا هستش، ولی همش ربط داره به اینکه خب تو این بیزنس کجا میخوام برم، به کجا هستم یا هدفم چیه. حالا ممکن رو هدف گذاری باشه، ممکن رو باورها باشه. دفعه پیش در مورد این پیچ صحبت کردیم که چجوری توی کوتاه مدت آدما رو دعوت کنیم. هر دفعه یه موضوعی داشته باشیم که یک واقعا هم بیاموزیم هم یاد بگیریم از هم دیگه، همینم که واقعا ببریم و ازش استفاده بکنیم. میدونید چون فقط هم بخوایم بیایم هی یاد گرفتن خیلی عالیه، ولی خب هی یادم بگیریم ولی نشه استفاده کرد خب فایده واقعا نداره. برای همین دوست دارم از این به بعد حداقل اینی که من میتونم مدیریت بکنم، ولی هر کسی واقعا حداقل شده 5 دقیقه یه کوتاه و مختصر و مفید. و اینم میخوام تمرین باشه واسه هممون یاد بگیریم، چون گفتم اکثر آدما کم وقت دارن و حوصله‌ام ندارن و اگه ما زیادی حرف بزنیم و طولانی حوصله‌شون رو سر میبریم. یاد بگیریم جمله هامون و تجربه هامون رو کوتاه و مختصر و مفید بگیم که شنونده رو خسته نکنیم. اینو همینجا بین خودمون تمرین کنیم خیلی عالی. یعنی هر کسی بتونه توی تیم میتیم 5 دقیقه بگه من توی این هفته این کار کردم، 2 تا صحبت داشتم، 3 نفر اینجوری گفتن، یه نفر رو تونستم مثلا متقاعد بکنم، یه نفر همینجوری الان اینجا کمک میخوام. همین. اصلا من نمیخوام بشنوم که مثلا حالا زنگ زدم بعد گفت ساعت فلان زنگ بزن، اینا همه میره تو دتایس. اصلا نمیخوام بره تو دتایس. مختصر و مفید. و این تمرین حالا سخته برای خود منم که الان زیاد حرف بزنم بخوام یه جمله کوتاه بکنم، ولی من الان شدم براتون توضیح میدم. الان تموم میکنم صحبت میدم به شما.
فقط میخوام بگم که اینو تمرین کنیم اینجا، چون اگر اینجا تمرین کنیم بعدا هم که با کسای دیگه حرف میزنیم از همون سوال میکنن، همون سعی میکنیم مختصر و مفید. پس هر هفته من مدریت میکنم، همه یکی یکی حرف میزنن، یا اگه هفته من نبودم یه وقت شیما بود، شیمای برنامه رو موضوع رو بگه، یا حتی میتونیم انتخاب بکنیم هفته دیگه اگه سمیرا حالا دوست داره یه موضوع رو از این همه درسایی که داره میده واقعا هم به درد خودمون میخوره هم به درد کار میخوره، هر کی دوست داره میتونه انتخاب کنه، اگه آمادگیشو داره یه 10 دقیقه یه رو در مورد یه موضوعی صحبت کنیم، بقیه‌اش هم همدیگه رو آپدیت کنیم در مورد اتفاقایی که افتاده. و خواهشاً چیزایی که هی تکراری میدونیم و هی دوباره نگیم، اینا همه از اون وقت و انرژی میگیره. میخوام واقعا افیسینت بریم جلو، که من دیگه میخوام 100% دیگه سر 109 که میشه ببندیم، یعنی این دیسیپلین رو داشته باشیم هممون، که تایم منیجمنت داشته باشیم، سخنمون رو کوتاه بکنیم، مختصر مفید، و اینکه اینجوری بتونن بچه‌های دیگه هم واقعا بتونن بیان و به درازا کشیده نشه. خب ببینم دیگه چیزایی که نوشته بودم همه رو بهتون گفتم. آره، برای فعالیتم اگر کسی میخواد واقعا بیزنس های جدی تر بگیره و قدم های محکم تر برداره، اینه که حداقل میگم حداقل یه بار در حال، شاید 3 تا 4 تا سمینار باشه، همه رو واجب نیست همه رو بیاریم، ولی یه دونه سمینار رو حداقل بیاد، یه دونه هم ترنینگ امیر خانم بیاد. خب تیم میتینگ هم میگم اگر ببینیم که اینجوری لازم بکنه که با هم دیگه صحبت میکنیم و افکتیوه، خب خیلی خوبه که با هم بتونیم باشیم، ولی میگم هر کسی به هر چقدر که وقت داره برای خودش انتخاب بکنه دیگه. من نمیگم چیکار بکنید، خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید، من فقط اطلاع میدم که چجوری میخوایم پیش بریم. خب این از این موضوع. حالا مسئله کمپین هم دیگه یه ذره آخر سر میگم، الان دوست دارم همین کار رو الان انجام بدیم. حالا چه الان سمیرا که اصلا جدید اومده، شاید هنوزم اصلا نمیدونه میخواد چیکار بکنه، قدماش چی، ولی هر کسی کوتاه فقط یه در مورد الان استاتوسی که الان داره تو این ماه، یا حداقل چون میدونیم یه ذره ماه مهمی هم بود برامون که نوامبر بخاطر این کمپین و اینا، اگه چیزی هست من از اونجایی که میبینم صدا میکنم، هر کی به کوتاه بگه ببینیم که چه خبره. فیروزه جون میخوای تو شروع؟ اول سلام به همگی بکنم و عرض ادب. ام، من الان که سمیرا جونم کوچ هستنش، خودت هم که استادی، میخوام که در مورد مشکلی که دارم حرف بزنم قبل از اینکه بگم چی کار کردم، اگه که اجازه بدین یا وقت باشه. اوکی، اول یه کوتاه میخوای بگی که چون یه تصمیم داشتی برای یه دونه برنامه سمینار گذاشتن، اونو یه آپدیتی به ما بده که چی شد، که من ببینم اون چی شد، بعد در مورد بعد بقیه بچه هم یه کوتاه بگن 5 دقیقه حرفشون رو، بعد برگردیم سر اون موضوعی که داری که ببینیم میتونیم اونو آه، بعدش روش کار بکنیم. باشه، حالا اگرم نشد میتونم نه جدا نه، میتونیم ببینیم بگم. اگه چی شد وقت اگه شد. وقت نشد، سمینار من که گفتم به یکیشون باید میرفت ایران، نشد که بیاد. بعد برام مهم بود اونایی که اینترست بالا دارن باشن، هستن تعداد دیگه ای که هم شاید همینجوری، حالا کلمه درستی نیست ولی مثل سیاهی لشکر بیان بشینن نگاه کنن و بعد هم مثلا هیچ تصمیمی نگیرن. اونجور آدم هم هستن، ولی مهم برام این بود این 2 3 نفر که متاسفانه یکشون امتحان داشت، یکشون ایران رفت که فردا برمیگرده، ولی قرار شده که به من اونا بگن که منم یه تاریخی رو پیدا بکنم که خودم هم بتونم اون وقت با تو در میون بذارم. یعنی در فکرش هستم و حتما میخوام که اوکی، اینو اجرا پس چون کنم. من دارم برنامه نوامبر رو میذارم و چندین چیزم بود، فقط من الان نوامبر برای تو مطمئنی که برنامه نمیشه، پس نه میتونم نه، از تو رو نوامبر خط بزنم از نمیشه. برنامه ویسپادن فعلا آره کنسل. آره نوامبر نه، مطمئنم که نمیشه. دسامبرم که خودت گفتی دیگه با این سایته آره، که برنامه یکم سخت میشه. نمیذاریم. اوکی. خودم فکرم یانواست، به اوکی. اونام گفتم یانوار. اوکی. پس 20 بادن برنامهش میفته برای یانوار، حالا بعدا بر برنامه ریزیش هر وقت که آمادگی داری. بله حتما. اوکی. الان چیزی هست که کمک بخوای واسه دعوت کردن، یا یه سوال ازت دارم فیروزه جون. حالا اونایی که میخوای بگی بیان مستقیم سمینار اوکی، ولی الان چون خودت هم خیلی وقت سمینار نمیاد، نمیخوای آدم رو مثلا نمیخوای کسی رو دعوت کنی بیاد تو وبینارا، یا اگه ام، نمیخوای چرا؟ این اینا نسیم که دیده اومده دیگه، میدونی دیگه نه، اومده. اونایی که اومدن و میخوام بیان نه، ولی بجز اینا الان چون ما همش داریم تو این 2 3 نفر همیشه میچرخیم، ولی علی نه شیرا جون، من
همیشه این ورد زبونمه با هر کسی که اصلا آشنا نیست با این تکنولوژی. همین دیروز تو مدرسه همکارم گفت تو همیشه فیت هستی، اصلا مریض نمیشی. دوباره گفت، یعنی اینو دوباره گفت. گفتم ببین میخوایی که بدونی چرا؟ اگه میخوایی یه 45 دقیقه وقت بذار، یه سمینار سلامتی هست، منم با اون سمینار آشنا شدم با این روش. خیلی بهم کمک کرد. یه ذره اینجوری با دقت نگاه کرد، انگار داشت فکر میکرد. باید گفتش که بهت حالا خبر میدم، بهت میگم. این گفتم خودش یه قدم خیلی خوب بوده دیگه. گفتم اینا رو بگین، اینا خیلی مهمه. میدونی الان مثلا اینو بگو، چون میدونی وقتی آدم این چیزا رو الان من هفته پیش بهتون گفتم چه جوری کوتاه مختصر مفید آدم رو دعوت کنی، الان تو این استفاده کردی دیگه، این خیلی خوبه. آره بهش گفتم حالا من معمولا توی گفتگوهام اصلا طولانی همیشه یه جوری میگم که اون طرف یه ذره کنجکاویش شروع بکنه به کار کردن، که بعد بیاد سراغ من. یعنی ترجیح هم همیشه اینه که یکی بیاد سراغم تا اینکه من دنبالش برم هی بگم. چون پس باید موقع کنجکاویشون رو چیز کنی دیگه، دقیقا کنجکاوشون کنی ببینی که با کنجکاوی. مثل پیروز که یه خانمی از بچه ها تو سمینار بود، خیلی جالب بود. گفت من تو مدرسه‌ام، شنید خودت بودی دیدم داری ساعتم تو بودی مثلا تو بل بودم. کردم که گفت تو گلاره خانم بود، گفتش تو بله مدرسه بودم، بعد آب کانگن همراهم بود، بعد چای گذاشتم توش و یه دفعه رنگش باز شد، همه تعجب کردم گفتن چی بود آبی که چرا چای رو انداختیم تو رنگ گرفت و اینا. همین دیگه سر صحبت باز میشه. آره خب چای جذب سلولی بالا داره، اصلا نمیخواد آب بجوشونی. نه دیگه. خیلی جالب بود. امروز من پیش دکترم چکاب سالیانه داشتم. مهم. بعد داشت اولتراشال میکرد، گفتش که لیباتو میتونی بفروشی، اه، انقدر پاک و تمیزه. گفتم که بهش گفتم دکتر میخوای بدونی من چی میخورم؟ دکتر گفتش که گفتم من یه آبی میخورم که خاصیتش خیلی خوبه، آنتی اکسیدان داره و هیدروژن زیاد داره و قلیایی و اینا. اینجوری سرشو تکون داد، ولی همینجا موند. مهم. یه کم براش جالب پیش اومد. گفتم میدونی میخوای بدونی من چی؟ گفت همین قبل از تو یه بیماری اومد، 25 سال از تو سنش کمتر بود، بعد یعنی لباش افتضاح بود. گفتم ولی من مواظب سلامتیم هستم، من مواظب تغذیه‌ام و سلامتی و مهمه برام. گفت اون طرف اصلا براش مهمه. گفتم ولی دکتر میدونی میخوای بدونی من چی میخورم که لبام اینقدر تمیز و خوبه؟ گفتش که آره برام جالبه بدونم. گفتم همچین چیزی. اینو البته اولین بار نبوده بهش میگفتم در مورد اون بالاخره دو سه بار که بهش بگی زاند یه جای کلی هم ممکنه که بهم گفت یه دفعه گوشش نیاد. رفته، گفته بودم بهش. آره ولی خب دکترا اینو تجربه بهم نشون داده دیگه. به هر دکتری که میگی زود چیز میشه. حالا این یه فقط ذره گوش. مقاومتشون بالا هست دکترها. دقیقا دقیقا. چیزی حالا کلیت راحتی نیستن که آدم بخواد بله باشون راحت بله برم، چون بله اونا میگن ما میدونیم دیگه، ما درس خوندیم، ما فلانی، ولی مثلا یه بله خالی اومده داره به هم میگه اینجوری، یه ذره براشون سخته. اینم گفت اون دفعه بله. خانت تو ترینینگ دیگه صحبت شد اون شب. ترینینگ دقیقا خیلی عالی بود بچه، یعنی واقعا اون صحبتایی که شد، تمام نقطه‌ای که تو این چند سال آدم میشنوه در یه شب همه جمع بود. اتفاقا به سمیرا گفتم بودم خوب شبیه اومدی شروع که تمام مثالایی که اومد تو ترینینگ همه نمونهاییه که اتفاق میفته. اینو پیش بگم چی میاد. بگم، دکترا چی میگن، نمیدونم کسی که اینجوریه چیه. خیلی جالب بود. بله مرسی مرسی فرزا جان از اینکه مختصر خواهش مفید میکنم گفتی و خیلی عالی. پس مرسی از وقتی که برام دادی. قربانت. حالا برمیگردیم به کیست اگه اون چیزی که خواستی باشه باشه. صحبت میکنیم. خب بعد من شیما رو میبینم طرف راستم. من نمیدونم کجا هم، ولی حتما داری من سمت راست میبینی، نوبت تو با منه. تلفن ما رو همه رو میبینی، بعد بزنی بره یه دونه اینجوری من فکر کنم من حمیده و رضا رو نمیبینم. آها چون دو تا صفحه دیگه شده. آره اوکی. آره آره آره. خب خب منم رضا تو اونجا سلام پیشت میکنم. میبینی دیگه، رضا رو نمیخواد ببینی. رضا آره اون برای آره خیلی خونه کوچیک باشه همونه دیگه، همه صمیمی. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای قدیم، دوستای جدید. خیلی وقتی که نبودم، من خب ایران بودم و دیگه الان اومدم و خیلی خوشحالم که هستم. شیلا جون خب تا اونجا که میدونی من خیلی فعال نبودم و در واقع هر کسی رو که تا به حال من معرفی کردم از کسایی بوده که خب دوستان بودن و خیلی من رو بحثای بازاریابی سعی زیادی نکردم که مثلا بخوام آدم ها رو متقاعد کنم. نه که نکرده باشم، ولی
ولی خب اون مدلی که مثلا خیلی بخوام بیان دعوت کنم، بیان کارگاه، بیان برای سمینار، همچین شکلی فعلا نبوده. حالا یا اعتماد کردن یا هر چیزی، به هر حال اونا خریدن و دیگه وارد یه سری اون پروسه‌ای که همیشه ما داریم پی میگیریم نبوده. من الان برای ماه نوامبر که بعید میدونم، ولی هفته دیگه من دارم میرم اتریش یا آخر هفته، و اگه یادت باشه یکی از این دوستامو که یه خانومی هستش که واسه اسلوونیه و منتور ما هست، که دیدمش اینو من جان که من دیدمش توی نه ندیدیش، شما آه. ندیدیش. اسمش کاتیاس و این خودش خیلی آدمی که توی این بحث بیزنس مارکتینگ کار کرده، ولی برای این کمپین که خب من نرسیدم چون داشت میرفت استرالیا، و به من گفتش که موقعی که همدیگر رو دیدیم من دلم میخواد بیشتر تو این زمینه بدونم، چون الان شلوغم و این هفته که من میرم اتریش اونجا میبینمش، و اگه فرصت باشه اشاره میکنم به این قضیه مجدد، ولی دیگه پیگیریش زمانی که برگشتم آلمان هستش. و این میتونه، حالا فکر میکنم کسیه که یه مقدار بازه روی این قضايا، و چون خودش هم مشکل سلامت داره و یه پسری داره که اونم مشکل سلامت داره، شاید از طریق فقط نه نگاه بیزنسی، چون براش هر بیزنسش مهمه، خودش استاد دانشگاه است ولی دکترای روانشناسی داره، ولی دوست داره که در کنارش یه پسیو اینکامی داشته باشه. روی این میخوام کار بکنم شیلا. ولی کلا من یه مقدار روی بحثای مارکتینگ، مثلا برای شما که خب خیلی فروش داشتیم، برای من جالبه که خب من یه گروه لینکدین خیلی بزرگ دارم، شامل همکاران بودن، کامیونیتی هایی که توش بودم خب بالای مثلا نزدیک 1000 نفر هستن. اینا خب پتانسیل دارن. من خب توی اینستاگرام خیلی فعال نیستم، بیشتر توی لینکدینم، و خب کامیونیتی هایی که دارم میتونم استفاده کنم، ولی من نمیدونم چجوری باید از طریق وقتی یه نفر مثلا حضوری نیستش، حالا همکارم بوده، میدونم آدم بازیه، من چجوری باید در واقع سر صحبت رو باز کنم، یا چجوری میتونم بعد از مدت ها که خب طرف رو ندیدم، حالا مثلا چون من یه لیست اون سال که پیش امیر خان در آوردیم، اون 100 نفر اولیه رو من در آوردم، حالا خیلی هاشون مهاجرت کردن، دبی رفتن این بر اون بر، ولی برای من جالبه که خب من چجوری باید مکالمه رو شروع کنم با کسی که شاید خیلی توی بحثای بیزنس یا کاری موفقه، و شاید این قضیه مثلا براش یه چجوری باید شروع کنم. این شروع برام میذاره سخته، روی این قضیه میخوام بیشتر یه مقدار تمرین بکنم. مرسی. عالی عالی، خیلی کیس خوبی رو گفتی. اول در مورد اون دوستت که اونجا هستش، تو گفتی من میرم اونجا پیشش هستم و صحبت میکنم، بعد فالو آپ و برگشتم اومدم. ببین اگه تو اونجا بودی آلمانی زبانه دیگه؟ نه آلمانی زبان نیست، انگلیسیه؟ انگلیسیه. اوکی. خب حالا من انگلیسی هم اوکی، حالا در حد اینکه بخوام تلفنی نمیدونم، حالا بعد ببینیم اگه دیدی که یعنی رفتی اونجا و دیدی که امکانی هستش که مثلا حتی داری توضیح میدی وصل کنی، چون تو خودت هم انگلیسی خب خیلی عالیه، یا مثلا من میتونم یه سری چیزا رو توضیح بدم، اگه دیدی که یه امکانی داره تا یه جایی رسوندی و میخوای توضیح کوتاهی داشته باشی، میتونی اونجا با من تماس بگیری، مثلا یه کانکشنی هم باش برقرار بکنم، باشه تلفنی صحبت بکنم. ولی بعد ببین که اگه اهل اومدن به وبینار و اینا هست که خب دعوتش کن وبینار انگلیسی امیرخان رو بیا، چون من که انگلیسی نمیذارم، حالا من آلمانی میذارم اینا. ولی اگر دیدی که بعد اینا رو خودت تشخیص بدی، دیگه رفتی اونجا باهاش صحبت کردی، اگه دیدی کسی از سطح تلفنی هم ممکن من باهاش صحبت کنم، نه که حالا بخوام تلفنی متقاعدش بکنم که نه، چون این واقعا همیشه یه چیزی که من میگم تا کسی نبینه متقاعد کردن آدما با زبونی سخته، یا با بروشور و اینا رو که میدونیم همه رو. خاطرم اولین قدممون همیشه دعوت به وبیناره دیگه. اگر که تونستی که دعوتش کنی که بگو من توضیح ها رو میدم ولی ترجیح میدم بیای وبینار. اگه دی از اوناست که میاد که اوکی، حالا اگه شده 2 بار 3 بار 4 بارم دعوتش کنی تا بیاد، بهترین راهش اینه. اگر نه خواستی میتونی باز با من تماس بگیری یا تلفنی که من حداقل یه کوتاه باز یه داده بهش بدم که چه جوریه، بعد دیگه باز دوباره میتونیم پیگیریش رو بکنیم. یعنی همونجا که هستی اگه دیدی موقعیت مناسبه، میگم این کارو بکن. این یعنی تیپیه که من بهت میتونم بدم. این در این مورد. در مورد لیستت که نوشته خیلی عالیه، چون یکی از خواستگاهی که همه بچه‌ها در واقع میدونن و میگیرن اینه که خب بشین همون لیستتون رو بنویسید. میخواین تو اکسل بنویسین، با کاغذ بنویسین، و وقتی هم شروع می‌کنیم بنویسیم اینه بابا اصلا 50 تا 100 تا چیزی همینجوری ادامه پیدا میکنه. چون اگه بخواد آدم وسیع بهش فکر میکنه واقعا چه کسایی رو میشناسه، همیشه میگم این لیست رو
بدون قضاوت بنویسید دیگه، کی میخره کی نمیخره کی داره نداره، نه واقعا فقط بنویسید. چون از ذهنمون میره آدم خیلی واقعا، ماها مخصوصا که خب اینترنشنال همه جا متوکسیم دیگه، فکت فامیل چون سوئد داریم، آمریکا داریم، کانادا داریم، استرالیا، همه جا داریم. و خوبی این بیزنس هم اینه که واقعا اینترنشنال، تو میتونی با همه آدما بتونی یا وارد بیزنس رو بکنی یا سلامتی دیگه، دو تا شینه ما داریم. حالا اینکه میگی چه جوری باهاشون صحبت بکنم، شیما اگه این لیست رو برای خودت نوشتی، رو کاغذ نوشتی؟ بله. اوکی، اگه رو کاغذ نوشتی، یه دونه امیرخان اتفاقا موقعی گفته بود یه دفتر، یه حساب داده که دفتر بگیریم که برای هر یه نفرش یه دونه حتی صفحه جدا بذاری که هر دفعه که با اینا مثلا یه صحبت چیز می‌کنی یه نوتیس فالوآپ کردی بزنی. بنویسی. آها. آره، به خاطر اینکه میدونی چرا، چون بعدا یه وقت ممکن مثلا یادم بره، مثلا یه بار با یکی حرف میزنی میگه آره مثلا الان شدم سگم مریضه حالش خوب نیست، و خب پس میدونی سگ داره، میدونی که مثلا توجهش به حیوانات این براش مهمه، میدونی. بعدم واقعا یه فرمولی برای همه نداره، فقط یه فرمولی که من پیشنهاد میکنم با همه، که مثلا هفته پیش لیلا خانم بود دیگه، مثلا زنگ زدم با خانم اسپانیا بهش گفتم اینجوری نمیشه آدم ها مثلا 6 ماه، یه سال، 2 سال ندیدیم بعد زنگ بزنیم بگیم سلام چطوری خوبی بیا سمینار. آره. نه واقعا نمیشه دیگه. خب من همه فکر می‌کنم خب فقط زنگ زدی مثلا من به سمینار دعوت کنیم. واقعیت اینه که همیشه من میگم این beziehungs با، یعنی اینکه رابطه رو آدم شروع بکنه یک و vertrauens و اعتماد سازی بکنه، این خیلی مهمه. میدونی حالا من اگه واقعا یکی تو لیستم داره، من او یه دوستی که مثلا 1 سال باش ارتباط نداشتم، خب حالا از طریق اینستاگرام یا واتساپ اول دوباره باشه حداقل یه سر صحبت رو شروع کنم. بعدم نمیگم آدم الکی بیا چیز کنه، میدونی واقعا اگه حالا 1 سال به حل دلیلی اصلا دور بودیم یا هر چی بوده، اقل یه سر صحبت رو شروع کنم، باز کنم اصلا موقعیت زندگیش چه جوریه، چیکار میکنه، تو از خودت بگی اون از خودش بگه، یواش 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 دیگه. حالا بعد از صحبت دوم سوم، بعد دیگه تو صحبت ها متوجه میشی که اوکی الان مثلا این الان داره با تو صحبت میکنه، میگه آره مثلا تمام از مثلا به خاطر میگیره نمیتونم حتی مثلا بخوابم یا کارمو چیز کنم، پس میفهمی یه مشکل سلامتی داره. یا اینکه میگه نمیدونم نه همه چی خوبه فلان، نه از کارم الان بیکار شدم نمیدونم چیکار بکنم. میدونی بستگی به اون صحبته داره که به کجا ببری، و اونجاست که با صحبت ها میتونی تشخیص بدی که الان این شخص بیشتر واقعا دنبال سلامتیه، یعنی اون براش الان ارجحیت داره، یا الان اول بیشتر دنبال پوله، بیزنسشه. بیزنسه. میدونی اونجاست که بعد میتونی به اون سمت تقریبا هدایت کنی که بگی اگه سلامتی رو گفت، میتونی بگی اتفاقا من خودم هم یه همچین مشکلاتی داشتم واقعا، مثلا اون چیزی که داری نه که الکی بگی که مثلا نه خب بوده میگرن دیگه. داشتی دیگه، مثلا میگه میگرن داشتی، آره منم میگرن داشتم ولی الان 1 سال که دیگه مثلا مشکل ندارم. چرا چی شده و اینا؟ آره با یه تکنولوژی آشنا شدم، یا اصلا تکنولوژی میخوای نگی اصلا نگو، بگو الان یه چیزی بردم چند سال تو زندگیم لایف استایلم عوض کردم، یه چیزی بردم تو زندگیم که اون باعث شد که واقعا خیلی حالم بهتر باشه. انرژی بالاتر چیه دیگه وارد دتایلز نمیشه دیگه، همونجا باید کات کنی به که تلفنی که نمیشه توضیح داد، سخته. اگه دوست داری من دعوتت میکنم یه سمینار بیا، 45 دقیقه وقت بذار، بیا خودت گوش کن ببین که چیه، آیا به درد تو هم شاید بخوره. خیلی راحت و لوکر و اینا، اصلا وارد دتایس و صحبت و چیه و چی نیست، و یعنی به یه جایی نرسونی که بعد برگرد بگه آها خب دستگاه خب حالا چند تا هست، از کجا میشه گرفت، اسمش چیه، اونشو بده، بروشور بده. اصلا نباید به اینجاها برسه، میدونی، چون نمیتونیم انقدر توضیح بدیم. میدونی با اینکه خودمون الان دستگاه تو که خودم 4 ساله داریم من دارم، ولی با این توضیح دادن به جایی نمیرسونیم دیگه. باید یه جوری بتونیم، البته تو گفتی یه سری داری که ممکنه واقعا نیام ببینن، اگه دیگه تشخیص میدی که نه خب بیشتری ها این مدلی هن شیلا بر من. آره اگه ببین یعنی طرف اصلا یعنی فکر کنی که نمیاد دیگه، اون وقت بعد ببینیم، بعد دیگه بعد رضا اصلا بعد یه باشه سری حرف میان بزنیم. وبینار بدتر زده میشن، میدونی. و خب ما باید یه بکاپ داشته باشیم دیگه. نگاه مثلا ما امیرخان دوست داریم خیلی هم خوبه، ولی یهو میبینی اصلا رزونیت نمیکنه با یه نفر. خب من هستم دیگه، خب منم که فارسی میذارم، اگه احساس میکنین آره. کسی هست که مثلا شاید ببین اینا رو میتونه خود تشخیص بده دیگه، البته از قبلش آدم نمیدونه. ببین خیلی میان وبینار امیرخان دوست دارن، خیلی الان دکتر شاروخی رو ترجمه دادن، بعضی میگن سمینار خودت اصلا یه چیز دیگه است. هر کسی یه نقطه قوت و چیزی داره دیگه. بعدم از قبلش نمیتونیم با آدمو چیز بکنیم، میدونی. یکی میان میگن او امیرخان مثلا بیزنسی، یکی میگه نه این صحبتاش خیلی همه مثلا میاد اول همه فکر کنن دکتره در صورتی خب دکتر نیست، میدونی. این دیگه بستگی به آدما داره، ولی اینو از قبل نمیتونیم عینیش متوجه بشیم، میدونی. ام. اگر خودت احساس میکنی که مثلا اگه بیای یا اینو بیاری اونجا مثلا ممکنه این برگ بسوزه، حالا بعد یه راه دیگر رو بره. ام. خب ولی کلا اولش اینکه لیست نوشتی خیلی عالیه، دومی که برای هر کدومش یه صفحه باز کن که هر وقت براشون یه چیزی بهت گفتن یه نوتیسی برداری ببینی الان این مشکلش واقعا به درفش و اون نیازشون رو باید پیدا بکنیم آدما رو. ام. شما این خیلی مهمه. این فکر کنم درس امروز این باشه که
تو حرف و صحبت ها بفهمیم واقعا هر کسی چه نیازشه. اگر الان مثلا همیشه مثال امیرخان میاره، میگه یکی که الان اومده کانادا مهاجرت کرده، نمیدونم الان دنبال پول میگرده، من بهش میگم این دستکارو که یه سالم یکی اومده بهش گفته بیا 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 سمینار، بعد نخریده، بعد امیرخان که گفته بیزنس پوشش هست اینترست نشون داده، بعد گفته چرا نخریدی؟ گفته بابا مثلا الان فکر سلامتی نیستم که الان میخوام دنبال پول پولم. بگردم. نیازهای آدما اینو فرق آره، میکنه اینو دیگه. باید تشخیص بدیم. و آره. اگه چون ما دوتا راه داره این بیزنس، بر بعضی ممکن دوتایش کار کنه دیگه، ولی اول اینو تشخیص بدیم که برای سلامتیش براش الان اول بیشتر مهمه یا چیز، صحبت رو به همون طرف میکشونی. حالا در مورد بیزنسش باشه میتونی بگی آره یه همچین کاری هست من برای سلامتیم کردم. حالا تازه جالبش اینه که در کنارش میتونه برای درآمد جانبی هم باشه. اوکی. واقعا دروغ هم نمیگیم دیگه، خود ما مگه چقدر ما اول برای سلامتیمون گرفتیم آره دیگه. دیگه، الان همه ما که اینجا هستیم هممون اول واسه اصلا به اولش بیزنس که اصلا فکر تو مال نمی‌کردیم. بیزنس فکر نمی‌کردیم که هممون اولش اومدیم، بعد که نوشیدیم، بعد که تجربهمون رفت بالا تصمیم گرفتیم که خب حالا انجام بدیم. حالا یکی مثل من بیشتر توی شرایط دیگه بود، پروین خب اون موقع خودش از کار میگه همیشه بیکار شده بود، دنبال اصلا هم چیزی میگشت، سفارشش رو داده بود به فرشتاش برش اومد از اونجا. یکی دیگه هم تازه الان تازه بچه‌ها بعد از یه سال دو سال سه سال دارن گرم میشن، هر کی به هر سرعتی که داره و هر به ظرفی که خودش داره هر اوکی. نیازی داره. ولی آره فکر کنم در اول میتونی اقلا لیست رو اینجوری یواش یواش بری جلو سر اکتیوش فرصت، کنم. و موقعیت اگه پیش اومد دیدی که الان احتیاجه که شاید مثلا یه کوتاه با من چیز کنه، اگه بنویسی قبلش یه جایی باشم که بتونم با کمال میل میتونیم من مثلا این بس هفته شیلا نمیشه چون که ما سمینار هستیم و توی سمیناریم. آها اوکی. ولی اونجا حالا میبینمش و حالا شب که میریم شام بخوریم رو دوباره اشاره میکنم، ولی بعدش از این جهت گفتم فالو آپ کنم که اون من 2 هفته پیش بهش گفته بودم دوباره این هفته بگم و بعد برای فالو آپ حالا یا سمینار چیزی توی هفته بعدش که میاد و دیگه قشنگ ستل شده و خونه است اون موقع باید اوکی صحبت کنم. اوکی. شیما جان فقط یه سوال که دیگه بقیه هم همون 5 دقیقه آره. سری رو نگه داریم. برنامه برمن هم با رضا صحبت کردین، اگه شما چون الان سوئیس بادن که دیدیم اوکی نشد اون برنامه حل شد، الان برنامه شما هم اگه تو نوامبر قراره که یه آخر هفته یا جمعه یا چیزی بشه، اونم اگه به من بگین که من ببینم من پیش شماها کی بیام برای برنامه سمینار گذاشتم. اوکی شیلا، من هفته دیگه که نیستم، اتریشم کل آخر، یعنی 5 شنبه نیستم تا 1 شنبه. مهم. هفته بعدش جمعهش نیستیم ولی شنبه یه شنبهش اوکی. حالا بذار رضا که صحبت کنه ببینیم چی برای اون هفته اوکیه برای من. اوکی پس تاریخش رو به من بگین اگه خواستیم که بعد آخر بگیم هفته نوامبر میشه در نوامبر میشه. آره آره. اوکی باش من فعلا می نویسم اینجا. اوکی حتما. باشه مرسی عزیزم. مرسی از شما. خب همین داری که دست و بالا کردی خودت پس داد بقیه حرفتم بزنی، سوال داشتی یه چیزی رو می‌خواستی دوباره بگی؟ آره به خاطر اینکه من باید برم تا چند دقیقه دیگه، حالا آها شاید دوباره اوکی برگشتم ولی باید حتما برم الان یه چند دقیقه، گفتم شاید بر نگردم. اوکی بگو. اوکی. اتفاقی که واسه من افتاد سعی کردم که این کمپینر رو بتونم به کاری بکنم مهم. که دیگه میدونستم زنگ زدم خودم در جریانی. قراره که هفته دیگه دوستم که رستوران داره، پروین چون هم میشناسیم اینا، رستوران سکه دیگه، دیدم که نمیتونه بیاد بشینه اینجا، قرار باشیم که بریم اینجا سمینار بذاریم. گفتم مهم. اینطوری هم بهتره چون که گفته شاید خیلی انترست داره که ببینه چیه و این دفعه با چشم خریدار ببینه. مهم. بعد اونو دارم. بچه های انگلیس بود که دیگه گفتم واسه یانوار به بعد خواستن که برنامه بذارن. بعد دیگه کی بود شلا، خیلی هم زنگ زدم دیگه. الان نوشین دختر داییمه آره تو چیز ونکوور. مهم. وانکوور اوکی که اون احتمالاً امروز هم الان با چیز پرسان جون به من زنگ زد که خط بیرون شدم قرار همدیگه رو ببینن دیگه. هر کی به ذهنم میرسه دیگه چیز کردم دیگه، ببینیم چی میشه. اوکی. بعد یه واسه خواهشی که دارم همین جون، البته این بر تو نیست فقط الان، چون تو گفتی 23 دارم کلی میگم، چون الان ما تا چندین بار برنامه سمینار گذاشتیم، حتی خودم گذاشتم، این تصمیمم راستی داشتم و اینم حتما انجام میدم که اگر جایی از شماها نخواهی نشه، من خودم گفتم مثلا اگه شده ما یه بارم یه برنامه دوباره میذارم مثل برنامه برانچ و اینا، هر کی خواست بیاد فرانکفورت من برنامه میذارم که هم دور هم باشیم، همینم که چیز کنیم، همینم که سمینار بذارم و اینا. ولی یه چیزی که فکر کردم برای اینکه ببینیم هم آدما رو بتونیم از الان، آدمای دیگه که میخوایم حالا نمیشناسن میخوایم دعوتشون بکنیم، برای اینکه واقعا چون میدونم مشکل ما ایرانی هست، یعنی واقعا خودمونم شاید یه ذره اینجوری هستیم،
ولی برای اینکه واقعا هم وقت من واقعا اینجا چیز نشه، هم مردم بفهمن که بابا ما روی مسئله جدی هستیم. چون دفعه پیش رستوران که انقدر لحظه آخر هم البته خب یکی مریض میشه که مریض میشه کارش نمیشه، یکی دیگه نمیدونم یه داستانی میشه اتفاق میفته که اینا رو کارش نمیشه کرد. ولی در کل من گفتم واقعا اگر قرار یک شنبه اونجا سمینار باشه، تا دیر دیر حمیده، بعد مثلا به مشکان جون بگی که تا دیر دیر روز جمعه بعد از ظهر ساعت 6 من باید بدونم چند نفرن. و واقعا اگه به 5 نفر برسه، چون ببین من باید 200 کیلومتر بیام برگردم برنامه بذارم، با کمال میل همه این کارا رو میکنم. ولی اگر بیام مثل اون دفعه ببینیم یه نفر نشسته 2 نفر پنج نشسته، نفر که کمه، که حداقل باید 10 نفر من باشه که تازه پنج میگم، تا. من که تازه اون موقع بهتون میگفتم حتی با 3 نفرم باشه میکنم، ولی الان دیدم نه نمیکنم. نه که به خاطر این چیزش بخوام که نمیکنم، میدونی چی میگم. کرایه کنی واسه 1 نفر، نه من خودم اینا رو همه رو ارگانیزه میکنم آره ببینم. آره اوکی این آره. این نه حالا بالاخره ما میگیم به برهم هم میگم مثلا 20 نفر 30 نفر رو دعوت کنی که اگه آخر سر به 5 نفرم رسید دیگه باز اوکی، ولی دیگه بعد وگرنه کار من چیز میشه، میدونی مثلا من بیام این همه را اونجا فلان بعد نه مثلا من خودم اصلا اجازه نمیدم که تو رو اینطوری بردارم ببرم، چون که بعد قدر این چیز رو بدونم، میدونی که آفرین آره آره منم همینو میخوام، به خاطر اینکه بعد اگه میگم اگه وقتی یکی بگه میام بعد مریض بشه دیگه کارش نمیشه کرد، برای همین هی بیشتر نه بگیم. اتفاقا بعد 15 نفر اینا رو بعد من فکر کردم که اگه بشه یه چیزی تو آماده کنی که استوری کنه دیگه، مگه خودش که نمیتونه آماده کنه، یه چیزی که مثلا استوری کنه، آره یه دعوتنامه برای تبلیغ کنه که مثلا ما تو این تاریخ یه سمینار سلامتی داریم. حالا باش صحبت میکنم، چون دیدم دیروز داشت چند نفر رو واسه کاراشون تبلیغ میکرد، گفتم پس میتونه این کارم بکنه دیگه. اوکی من یه فلایر چیز درست میکنم اگه تاریخش مشخص، تاریخش 23 آره من شنبه حالا است. الان این وقته، ولی صبح باهاش حتما فردا جمعه آره است. یعنی اینا ببینم اگه خودت دیگه چیز کن، بهش بگو نه که من اگه خودم اینا رو برنامه‌اشو درست میکنم به اوکی شما خبر میدم. تا جمعه شب اگه من بدونم که مثلا حداقل حالا بیشتر بشه که بهتر، واقعا بهتر، ولی حداقل واقعا 5 6 نفر باشن، میدونی حالا خودش هم که میخواد باشه با همسرش، و چون میخواد الان برای این کمپینم فکر بکنه دیگه باید سریع اقدام بکنیم، یعنی زیاد وقتی نداریم که مثلا اگه همون موقع دیدن. و یه چیزی هم که میخواستم حالا حتما بگم، ببینیم بچه‌هایی که الان میخوان جدید اگه میخوان این کارو بکنن کمپینو بگیرن حمیده، چون اونا کمتر از ما وقت دارن. الان ماها که خودمون شماره داریم دیستریبوتوریم، فروش اولمون که بکنیم فروش دوم 1 هفته بعد و فروش سوم 1 هفته بعدشه. خب ولی اینه که جدید میخوام بیان این کارو بکنن باید وقتی خودشون دستکار میخرن، الان مثلا سمیران، به سمیران گفتم اگه مثلا یکی الان خودش میخره تو همون هفته اولی که خریدش انجام شده باید در جا 2 تا فروش رو داشته باشه و هفته بعدش سومی رو باشه، یه ذره انگه. بر همین این مهمه که خودشون حداقل کلا باشن که من اگه میخوام این کارو بکنم خودم میکنم، حالا این ستا اگه شد اگر نشد حداقل دست به خودم رو دارم دیگه، حالا بالاخره باز کمپینای دیگه نه. اینم باش صحبت کنیم که بدونه. ولی چون وقت کمه من سعی میکنم که خیلی فشرده اون آدمایی که میان اونجا آدم باشون صحبت کنه که زودتر بتونیم به نتیجه برسیم. عالی مرسی که عالی باشه مخاطب که مرسی عزیزم، من باش میرم اگه شد دوباره برمیگردم، اگه نه که خدافظ همگی دیگه. باش مرسی. باش وقت باش آدین قربونت خدافظ. شبت بخیر تا بعد باش عزیزم. خدافظ. خب الهام میتونی صحبت کنی جایی بیرونی یا میتونی صحبت کنی؟ تو قطاری؟ اوکی خیلی خوب پس چی دیگه. حالا فقط یه کوتاه دیگه میگم چون قرار شد هر کی از این بعد میاد تو تیم میتینگ 5 دقیقه کوتاه مختصر مفید بگه که چی کار کرده چی کار میخواد بکنه برنامه‌اش چیه که بدونی، اگه کمکی چیزی میخواد بگه حالا تو پس بعدم بگو. باش رضا، رضای عزیز رفته اون مایکش من اساس اون از اون سلام سلام. سلام سلام ایراج من واقعا نمیدونم امروز باید چی بگم. تو که خیلی باید حرف بزنی اتفاق. آخه وقتی آدم الان کاری که میخواد انجام بده اولویت سوم چهارم پنجمش میشه کاری انجام نمیده، این همه حرفی واسه گفتنه. من الان 2 ماه و نیم مشغول فیکس هم فلیپ هم. نمیدونم آره. دوستان میدونن چیه فیکس هم فلیپ؟ به این میگن که اصلا یه خونه قدیمی رو میگیره آدم آها. کاملا بازسازی میکنه میریزه پایین دیگه تقریبا آجراش میمونه و دیگه همه رو درست میکنه.
تو خودم دیگه تا الان دیگه الان تقریبا تمام میشه، هفته بعد کار آخرش میمونه، اوکی. احتمالا آخر نوامبر آماده میشه دیگه. ولی خب حالا بعدا یه موقعی که کسی علاقه داشت عکس قبل و بعدش رو نشون میدم ببینیم چه جوری شده. حالا از خب برق و لوله کشی و خوبه که همون و اینم گفتی توالت ما و بدونیم فلان. که اگه و خونه خراب خواستیم پیدا کنیم درست کنیم بدونیم به کی زنگ بزنیم دیگه. والا الان فعلا فاز شما واسه اینه. این حالا خونه ها اون وقت ممکنه آب کانگر بعدا نمیذاری براشو؟ ممکنه چرا آب کانگرم بهشون دادم، بعدا تا حالا نمیتونستن اینطوری تا 10 شب کار کنن. چرا آب کانگرم دادم بهشون به همده کرایی که اومدن. بعد فعلا فاز اینه. حالا 3-4 ماه پیش یه فاز دیگه بود که هنوز من تموم نشده. یه مقدار کار برنامه نویسی بود که یه 2 ماهی بود من سرم خلوت بود، ذهنم آماده بود، میتونستم برنامه نویسی کنم. شروع کردم برنامه نویسی کردن. بعد این پروژه خورد، اونو به جای رسوندم، حساب کردم. این پروژه بعد چون تو تابستون انجام میشد به هوایی که هوای آلمان بالاخره قابل چیز نیست دیگه، اون کاری که آدم میتونه تو تابستون انجام بده توی زمستون یه مقدار سخته. حالا خشک کردن دیوارا وقتی خیسه و همه این چیزا، اونو بعد انجام میدادیم. بعد دیگه نوامبر ما، اکتبر و نوامبر رو در واقع حتی سپتامبر تقریبا به این گذشتی. خب به این رضا حالا گذشتی میخوام ازت یه تجربه چیزی بسیار در مورد جالبی بود. کانگنی بپرسم. از بیزنست گفت ولی منم میخوام از بیزنس خودم یه چیز بهت بگم. یه قولی که به هم داده بودیم و اینجا میخوام فسناگل کنم اینه که در مورد این امگارد، ببین سمینارها رو گذاشتیم ولی قرار بود که یه کاری میکنیم دیگه مستمر باشیم روش انجام بدیم. اگر هنوز حالا فکر امگارد میکنیم کاملا میگم من با اون دستگاه های اندازه‌گیری اصلا اندازه‌گیری نمی‌کنم. اوکی همین، من اول ازت میخواستم این سوال اون کنم. دستگاه اندازه‌گیری اصلا مورد تایید من نیست. اوکی. بعد من قبلا گفتم الانم میذارم برای رکورد که چون داره ضبط میشه بدونم که دلیلش چیه. نه کمکاری من نیست، من واقعا با اون دستگاه اصلا نمیتونم چیز بکنم. به اوکی. خاطر اینکه اون دستگاه یه ویدیو براتون تو گروه اگه دوست دارین بذارم، یه پروژه برای اینکه ببینید که من رو چی حرف میزنم. یه پروژه ای است آدآسه آلمان با دانشگاه آخن با یه شرکت آزمایشگاهی توی اتریش با هم چیز کردن که بیان ماشین های برقی رو تست کنن ببینن آیا ماشین های برقی EMF شون سلامت کسایی که توش نشستن رو به خطر میندازه یا نه. چندین مدل ماشین اومدن چیا کردن، تست کردن، ماشین مختلف از فولکس واگن گلف گرفته تا غیره. فقط یه ویدیو 10 دقیقه‌ای داره ولی خب گزارشش هست. این بفرست پروژه ببینیم. ولی من آره الان تو این در مورد پروژه دستگاه چند صد امگارد که هزار چیزی نداری. من یورویه. میخوام برای اینکه اینجا میخوام کلیر اینو باشه بگم چون داره پر میشه در مورد دستگاه چیزی. تو در مورد مسکقه طلب هستی. من دستگاه امگارد مشکلی باش ندارم. نه من نه واسه متوجه همین میخوام اینو سنجشش چون دارم کلیر میگم. بکنم چون بعدا بچه‌ها وقت نگاه میکنن مسئله سوء تفاهم نشه. دستگاه امگارد تو داستان نیست. الان دستگاهی که میخوایم اون دستگاهی که اندازه گیری میکنه دستگاه موضوع رو سنجششه. سنجش رو نشون میده الان من مسئله. دوست دارم دستگاه رو بتونم بسنجم. دستگاه مثل همین کاری که ما با دستگاه کانگن میکنیم، ما آرپی قشنگ میتونیم به تمام دوستان نشون بدیم که در واقع این پیچ دستگاه کانگن هر کدومش چجوریه، میشه کالیبریتش کرد. با ORP نشون میدیم که حالت آنتی اکسیدان توش وجود داره، اون حالت اکسیداتیوی که توی آبهای مختلف هست تو آب کانگن نیست. با سنجش کلور میتونیم آب محلهایی که کلور دارن رو بسنجیم. میتونیم نشون بدیم که این ماکرو کلاسترش چجوری عمل میکنه با آزمایش تیبک. همه اینا رو میتونیم نشون بدیم. برای دستگاه امگارد که خیلی دستگاه خوبیه، خیلی دستگاهی که کمک میکنه. کمکش هم الان اینی که در واقع الان نیا کنیم من دارم با شما صحبت میکنم، این گوشی تو دست چپ منه. وقتی گوشی تو دست چپ منه
تو تمام انگشتای من اه، الان این جریان مویرگی تحت تاثیر امواج رادیویی هست که گوشی موبایل من که آیفون 15 هم هست داره چیا میکنه؟ ساطع میکنه. این میتونه کم بشه. این کم شدنش یعنی که تبادل اکسیژن، تبادل اون نوتریانت ها، اون مواد مغذی که باید انجام میشه کنتر انجام میشه. اینا میتونه به در واقع استرس اکسیداتیو منجر شه، به التهاب منجر شه. توی یه سری افراد این سریعتر خودشون نشون میده، توی سری افراد دیرتر خودشون نشون میده. ولی هست این داستان. استرس اکسیداتیو هم از قبل قابل سنجش نیست، فقط از طریق آسیب‌های دی ان ای و پروتئینی هست که توی یه سری آزمایش‌های خاص افراد میتونن نشون بدن. برای چون داره ضبط میشه دارم میگم، آزمایش بالینی امگارد این بوده که گوشی تو دست شخص بوده، اومدن سنجش کردن، دیدن این ریز جریان هایی که تو در واقع مولرک های افراد هستن وقتی که دستگاه امگارد به برق هست در مجاورت شخص، اینا بهبود پیدا میکنه ریز جریان با اینکه گوشی تو دستش. خب حالا من اینو میخوام سنجش بکنم توی یه دونه سمینار 20 دقیقه به دوستان نشون بدم. کلی دستگاه ما تا الان خریدیم کلی و که نه دیگه، یه دونه خریدین دیگه. من تا الان راحت میتونم بگم 7 تا دستگاه خریدم پس دادم. او اوکی، خب پس من خب ولی حالا من نیومدم یه بگم دونه خریدم اونو پس دادم دیگه. نه. من دستگاه مختلفی خریدم. شما دستگاه رادیویی گرفتین. اون دستگاه رادیو دستگاهیه که نشون میده، میتونیم باهاش بسنجیم که آیا دستگاه امگارد اون چیزی که داره میگه مثلا در 36 مگاهرتز امواج سینوسی هارمونایزینگ داره در واقع از خودش میده بیرون رو اونو ما میتونیم باش بسنجیم. ولی اونو میتونیم باش بسنجیم. من دنبال یه دستگاهی هستم که بتونیم توی محیط بسنجیم که ما در چه مقیاس خطری هستیم متوجه شدم. اوکی. و هر دوتاش رو با هم نشون بدیم. دستگاه هایی که الان وجود داره برای در واقع یک جور مصارف دیگه ای وجود داره. اون دستگاهی هم که اومد یه زمانی افراد داشتن استفاده میکردن، اون دستگاهی نبود که من بخوام ازش استفاده کنم. اوکی، چون من نمیکنم اینو تو چون گروه فرستادم رضا، بعد دیدم خب کسی فیدبک نیومد، گفتم حالا الان بپرسیم، ولی حالا نمیخوام بعدا پس در موردش با هم حرف میزنیم. چون من گفتم اگه بخوایم بگیریم و 3 تا بگیریم نمیشد، میتونیم مثلا بهتر بشه. گفتم اگه من بگیرم تو پروینم شاید بخوایم مثلا بتونیم 3 تا بگیریم ارزون تر بشه. ولی اگه میگی اونم هنوز یعنی دستگاهی نیست که کامل باشه، بالاخره وقتی این دستگاه اومده باید یه چیزی هم باشه آخه برسن مثلا او اون آر دستگاه دستگاهیه که نشون میده به محض اینکه شما دستگاه امگارد رو به برق میزنین، اون دستگاه نشون میده که در واقع امگارد داره کار میکنه همون. آره خب همینم ولی خوبه، کافی نیست که بدونیم. نه، اصلا هیچ نشون نمیده که محیط من داره هارمونایز شده. نه خب داره نشون میده که دستگاه اون روشن شده و اون نویز دیگه. نه اون یه دونه رسیور داره. این مثل همون دستگاه رادیوییه. اوکی. عملا از لحاظ علمی و اینو من هیچی نمیتونم ثابت کنم. خب پس اونو بذاریم توی بحث دیگه، با هم دیگه بذاریم اونو جدا. اگه تو چیزی ما تست فقط کردی میتونیم چون بگیم که تو این دستگاه نشون قبول میده دارم تو رو که کارت، ولی دستگاه لطفا. امگارد داره روی 36 مگاهرتز آره داره ببین برای ماها که چیز میدونیم میده. کار میکنه اوکیه و دیگه افکتش هم دیدیم اوکیه، ولی ما هدفمون این هستش که به بقیه هم بتونیم راحت نشون بدیم دیگه. یعنی بتونیم اگه سمینار میذاریم، منظورم اینه، من نمیخواستم بگم که نمیخوایم چیز کنیم، ولی گفتم مسلما وقتی که اون پرزنتاسیون تو خیلی عالی بود، 2 بار 3 بارم گذاشتیم، هم خیلی چیز بود، تاثیرگذار بود. ولی وقتی که آدم بتونه دستگاهی داشته باشه که نشون بده که اون زمانی که زدی داره این هارمونایزینگ انجام میشه، خب این خیلی تاثیر بیشتری داره. به خاطر همین حالا پس بایستیم دیگه، اگه چیزی پیدا کردی. من میدونم امیرخا اینا همون امگارد شاگرد فعلا دستگاه رقیب ما رو نداره. واقعا جز گرفتن اولین و دستگاهی خیلی که توی کارایی داره تو بازار کانادا. هست. هم؟ جز اولین دستگاهی است که تو بازار که افراد میگیرن توی جایی قرار میدن، به خودشون وصل نمیکنن. چون مهم. دستگاهی که الان هنوز وجود داره دستگاهی است که افراد به دستشون وصل میکنن یا مثلا به خودشون وصل میکنن که یه نفر رو داره کمک میکنه. امگارد این حسن رو داره که توی محیط میذاریم به شعاع 4 متر این کار رو آره دیدم، انجام من میده. الان گوشتم اینجا که همه خونه رو در واقع همه اتاقای مجاورم بتونه کمک کنه. ولی من با کمال میل
در مورد تمام مشخصات فنی، آن چیزی که در واقع مقالات علمی دارن الان دارن در موردش صحبت میکنن، میتونم بیام صحبت کنم. صحبت من سر این بود که الان در حال حاضر، چون دستگاه که من مد نظرم هست دنبالش هم هستم پیدا نکردم بتونم نشون بدم، یه سری آزمایش ها نمیتونم نشون بدم. من اوکی. صحبتم سر این بود. اوکی نه بله باشه. مطالب که فرق نکرد. آره مطالب همونه دیگه، منم همون دنبال یه راهی بودم که اگه بتونیم حداقل اونم به سمینارمون اضافه کنیم. پس اینو باشه، امیدوارم که به زودی بتونیم یه چیزی پیدا کنیم که سمینار اونم یه ذره چیزتر باشه و اگه دستگاهی پیدا کنیم، من که حتما هستم، پروین هست، بالاخره ما هم بگیریم. چون اگه واقعا بشه به این راحتی به مردم اینو نشون داد، یعنی با صداشو یا بشنون یا گوششون یا ببینن، یعنی اون خیلی تاثیرگذارتره تا اینکه توضیح بدیم، میدونی، چون توضیحاتو خیلی خوب علمیه ولی اینی که یکی اینو ببینه خیلی تاثیر میذاره فکر کنم. حالا ایشالله که بتونیم به زودی یه چیزی پیدا کنیم که هم واسه تو قابل چیز باشه، یعنی چون تو میخوای پرزنتش بکنی دیگه، میدونیم بر من که شاید نخوام خیلی علمی واردش بشم ولی نشون بدم شاید برای من کافی باشه، ولی چون تو میخوای علمی خیلی وارد داستان بشه پرزنت کنی، فکر کنم برای تو مهمه که بتونیم اونم در واقع تجزیه تحلیل بکنی و بعد به ما خبر بدی دیگه. مرسی مرسی رضا جون، خواهش ممنون. می‌کنم. پس شما فعلا همون کار خاص ساختمون تو تمام کن، بعد ببینیم ایشالله امگاردم کی درست میشه، بعد دیگه دوباره بیام اصلا. حتما. قربانت، مرسی. شیما جان بگو. شیلا جون، در رابطه با امگارد کسی هستش از بچه ها تو همین تیم که امگارد رو به کسی فروخته باشه؟ آره دیگه، یعنی به جز خودمون. آره. آره. کی بوده؟ یعنی مثلا طرف بچه داشته، پیر بوده، جوان بوده؟ آره بچه داشتم مثلا، حالا چون من فکر بچه می‌کنم داشتم. یکی از چیزایی که خیلی بتونه کمک کنه برای کسی که بچه دارن، به خصوص نوزاد. آره این اتفاقا اینو خیلی چیز کردیم که به خصوص چون خیلی رو چون من فکر بچه‌شون. نیلوفر هستم، حالا قرار بودش که صحبت کنیم، چون نیلوفر آها. بیبی داره آره و دو تا البته شما که سگم خب واسه داره. هممون چیزاها، خب این داستان که هممون رو درگیر داره، یعنی دیگه حداقل هممون که یه موبایلی که دستمونه حداقلشه. آره. اینکه الان من نشستم جلوی یه مانیتور، یه دونه لپتاپ، یه دونه پرینترم اینجاست، یعنی افتضاح آره. برام بخوای حساب بکنی. ولی میفهمم میخوای چی بگی، چون اونایی که خب بچه کوچیک به خصوص دارن، حتی آره. آره. فون و بیبی فون چیه که نشون میده که اونم حتی داره این امواج میفرسته. و اتفاقا ما یه ویدیو داشتیم، من یک دو واسه اینه که بچه کوچیک داشتم فرستادم، ولی یک دو نفر که ایگنور کردن، خیلی برام جالب بود که مثلا گفتم حتی بیبی فون میگه نذارین بخاطر توی اینم امواج میده بعد چیزه. ولی آره یک دو نفر داشتیم که یه نفر داشتیم که بچه داشته روش چیز شده گرفته. ولی از بچه خودمون الان خب من دارم، پروین داره، خودتون دارین، الهام داره، بعد خیلیمون گرفتیم خودمون. ولی برای اینکه به کسی دیگه بدیم، آره یه نفر رو من دارم که بچه داشته به خاطر اون گرفته. آره. مرسی شیلا. چون راستش رو بگم خودم چون زیاد روش هنوز کانسنتریت نکردم، منم یه چیزی دوست داشتم مثل ORP که اندازه میگیرم اونم باشه که مردم اینم ببینن، یعنی توضیح ها رو آدم میده و اینه، ولی اگه دستگاهی باشه که این پیپسه رو به قول معروف چیز میکنه، این خیلی میتونه برای من. خودم زیاد رو امکار هنوز کار نکردم، ولی خب دارم تو صفم ویدیوشو میسازم میذارم که ذره مردم افپکسان بشه، چون برای خیلی جالبه. یعنی به اکثرم میگن که آره خب میدونیم دیگه اینا که همه دستمون خب ناجوره و اصلا ضرر داره و اینا، ولی حالا میگم اینو باید یه جوری متقاعد کردنش خب من شاید راحت تر باشه تا حتی دستگاه، قیمتش هم چیزتره. ولی باید بالاخره به مردم اینو نشون بدیم دیگه، حداقل بگیم یه همچین چیزی هست و یکم در موردش بیشتر آدم صحبت کنه. مثلا همین پرسیدم گفتم چون صحبت خیلی کنم خیلی اطلاعات قیمتش خب بالاتر. مناسبه و خیلی هم الان خب دارن رو بر این بحثای همین انرژی و تشعشعات و این چیزا مم. خب کار میکنن، میبینن که خب تاثیر داره دیگه. مثلا خود من یکم که مثلا میگیرم میگرفتم دیگه، یعنی بعضی موقع واقعا اصلا دلم نمیخواد که این گوشی رو همه اینا رو میذارم یه جایی که هیچ چیزی نباشه. و مم. خب خیلی ها هستن که مسئله رو دارن، واسه همین یه قسمتیه که میگن همیشه وقتی یه جایی ضعف هست بازارش هستش دیگه، مثلا همین آره آدم میتونه دیگه خیلی میگم روش دیگه کار کنه. متاسفانه وقتی خب آبمون آلوده است باید یه راه حل پیدا کنم. وقتی الان اشیاء ها دور برمونه، اینم راه حل اونه دیگه، میدونی آبمون کلور داره، خب اون روشه. آره. یعنی بالاخره یه پروبلمایی به وجود اومده که اینا راه حل داشه دیگه. دقیقا ببینیم که دقیقا. باشه شیلا جون، چه مرسی. زمانی. خواهش میکنم مرسی. قربونت، خواهش خستم میکنم. نباش. خب چون دیگه گفتیم آن تایم واقعا سر 21 تمام کن اگه موضوعی نیست. ولی فیروزه جون مسئله شما رو یادم نرفت، ولی برای اینکه به قول معروف طولانی نشه میخوایم اینو، یادته که چی بود یا میخوای بگی موضوع تو چیه؟ نه به نه نظر من بهتر یه موقع دیگه ای باشه، چون فکر میکنم زمان میخواد.
آره اوکی. مطرح کرد. آره باش. حالا دفعه پس بعد. میتونیم بذاریم برای هفته دیگه حتما میخوایم در مورد چیز صحبت کنیم، ببینیم باش مثلا چی هستش، بعد باش حتما در موردش صحبت باش. میکنیم. مرسی از تو هم که همچنان نمیدونم تاریکی، نمیدونم خونه ای نیست. کی. الهام میگم تاریکی، الهام صدا تا قطع. صدا سلام به همگی. سلام. سلام آره سلام میخوایم خسته نباشی. میذاریم تو فرصت بعدی. دو تا سوال دارم ولی در مورد وبسایت هست. حالا میتونیم تو جلسه بعدی در مورد خیلی صحبت خوب کنیم. بود. آره اینم گذاشته بودم در واقع امروز بگم، پس اینم میذاریم هفته دیگه. آره چون اگه بخوام الان بگم باز دوباره طولانی میشه، میخوام وقتم رو واقعا دیگه سر اون چیزی که گفتم و قول دادم بیشتر از 100 نشه. پس هفته دیگه کیس فیروزه جون ببینیم چه در موردش صحبت میکنیم. و در مورد، برای همین بچه یه لینکی فرستادم فقط تو گروه نگاه کنین واسه یادآوری، واسه بچه که خب جدید اومدن مثل سمیرا و اینا گذاشته بودم، ولی برای بچه‌ای هم که لطفاً یعنی هر کی که به نظر من دیگه تو ای رو رد کرده باید تو اوست اینتراگن کرده باشه خودشو، خود بتونه اون بابل تریش رو ببینه، این کارا رو بعد انجام بده. خودتون تا هفته دیگه انجام بدین. اگر نتونستین مشکل پیدا کردین یا به من یا دیگه یا دیگه نه یا به پروین یا به من یه پروین مراجعه کنیم که بهتون کمک کنیم اینو درست کنی. خواهش میکنم هفته دیگه اومدیم، من میخوام همتون اگه کسی تا حالا اینتراگ نکرده خودش رو تو اون چیزه دیستریبوتور پورتاله که بتونین بابل تریتونه ببینین کی زیرتونه کی کجاست، اونو منظورمه، اونو حتما. و یه دونم هست AWS که بک آفیسه که میتونین اونجا اون وبسایت کوچولو رو درست کنین. این دوتا رو انجام بدین. لینک هم گذاشتم، اگه مشکل پیدا کردین به من مستقیم بگین من کمکتون کنم. ولی دیگه هر کی از توی گذشته باید توی این صفحه رجیستر شده باشه، یعنی جزء واجبات. که از من نپرسید من کجا الان اون کجاست، اینو کجا بذاریم اونو کجا بذاریم. شما خودتونم بتونیم ببینیم. باشه مرسی از همتون، خوشحال شدم همتون دیدم. شب خوبی واسهتون آرزو میکنم به امید شب بخیر. دیدار و تا شبتون شب بخیر. همگی هفته آینده. شهرمن خسته خیلی نباشی شیلا جون، خداحافظ همگی، مرسی شبتون خدا بخیر. مرسی. خدا خداحافظ. خدا.